ابلیس به درگاه خدا دعا نکرد؟ وقتی برای آدم سجده نکرد، سجده شرف نکرد و نافرمانی خدا کرد، یک تقاضا از الله کرد، گفت منو فرصت بده تا آخرین لحظه عمر دنیا که بنده تو رو گمراه بکنم. در ظاهر نباید خدا بهش فرصت میداد، گفت من آشکارا میخوام بنده تو رو گمراه بکنم، منو جهنمی کردی، میخوام جهنم تو پر بکنم با بندگان تو و همه رو منحرف میکنم، به من فرصت بده. الله دعاشو استجابت کرد یا گفت تو دشمن منی و دشمن بندگان منی، فرصت نیست. پس الله تقاضای ابلیس هم پاسخ داد، چون که از بندگانش اطمینان داشت. هر چند روزی منحرف بشن، سر به سر این دشمن قسم خورده بگذارن، یه روزی توبه میکنن، یه روزی بر میگردن، جمعه تا جمعه، حج و عمره. ماه مبارک رمضان امروز شیطان چی کاره است؟ جبرائیل امین وقتی که نازل می شد علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه وسلم برای تلاوت قرآن، وقتی میخواست بره میگفت سلام خدیجه رو برسون. سبحان الله. این زن به کجا رسیده؟ این برای زنها و خواهرای مسلمانمونه. 4 زن به کمال رسیدن، یکیشون ام المؤمنین خدیجه هست، مادر ما اوش. سلام خدیجه را برسند. یکیش آسیه هست، همسر فرعون، دعا میکرد رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. قصر فرعون مال خودش بود، بیبی قصر بود، بانوی قصر بود، ولی دعا میکرد رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا نزد خودت قصری برای من بنا بکن، و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. مریم بنت عمران و فاطمه بنت النبی صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنهن اجمعین. پس باغهای بهشت در روی زمین حلقه های علمی است، قرآنی است، دینی است که در اون حلقه الله به بزرگی یاد میشه، از عظمت و بزرگی الله جل جلاله صحبت میشه، کلام رب العالمین تفسیر میشه. چقدر جامعه ما نیاز به این جلسات داره عزیزان من. الان نفس ها به آرامش رسیده، به طمأنینه رسیده. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.